ویدیو قراره یه سری حقایق و حاشیه‌های باحال سریال دبویز رو بگم. Show me a little wrath. اگه جزء طرفدارای زیاد این سریال باشی حتما تا آخر ویدیو رو میبینی. فقط لایک و کامنت و ساب یادت نره. خب همونجوری که شاید بدونید دبویز اول یه داستان مصور بوده از کمپانی DC که اولین بار بوده که اومده ابرقهرمانا رو آدمای بدی جلوه داده و اتفاقا اصلا هم مورد استقبال قرار نگرفته. انقدری که میخواسته این داستان رو بایگانیش کنه اصلا چون سودی براش نداشته. ولی نویسنده خود داستان میاد داستان خودش رو از کمپانی DC به قیمت ناچیز میخره چون معتقد بودن که اصلا ارزشی نداره این داستان و خب راستم میگفتن تا یه جایی بعدش اتفاق خاصی هم نمیفته. هر چقدر تلاش میکنن نمیتونن فیلم و سریال از روش بسازن. آخرین تلاشایی هم که انجام شده برای ساختن فیلم 10 سال قبل از تولید سریال دبویز کمپانی سونی میخواسته فیلمشو بسازه اما چون داستان مصورش دنبال کننده آنچنانی نداشته از اون هم تخمین زدن که بودجه ساختنش حدود 100 میلیون دلار میشه. این شده که قضیه کنسل شده تا اینکه 10 سال میگذره و آمازون کارو میگیره دستش و با بودجه کم 10 میلیون دلاری که واسه هر قسمت این سریال گذاشته کلی سود به دست آورده. جالبه بدونید نویسنده این داستان شخصیت هیویی رو از روی سایمون پک طراحی کرده. همینجوری که میبینید تصویرش هم شبیه سایمون پکه. تا اگه یه روزی تبدیل به فیلم شد اون بازی کنه نقششو. ولی انقدر طول کشیده که این فیلمو بسازن سایمون پک دیگه پیر شده و فقط به خاطر ادای دین تو فیلم به عنوان پدر هیویی میارنش که بازی کنه. یه حقیقت جالب دیگه از ساخت این سریال اینه که ساختمون وات توی فیلم در حقیقت واقعی نیست. یعنی همچین ساختمونی وجود نداره، با جلوه‌های ویژه ساختنش و در حقیقت این شکلیه. حالا اگه فکر کردید همینجوری الکی اومدن یه ساختمون انتخاب کردن برای فیلمشون سخت در اشتباهی. این انتخاب کاملا هوشمندانه بوده. این ساختمون کنسرت تورنتوه و داخلش و اطرافش همیشه شلوغه چون که خواننده و هنرمندای معروف اونجا رفت آمد زیاد دارن، کنسرت زیاد میذارن. حالا این به درد چی میخوره؟ به درد صحنه‌هایی که طرفدارای ابرقهرمانا اونجا باید حضور داشته باشن یا مثلا صحنه‌هایی که نیاز دارن یه جمعیت زیادی اونجا باشن. همون جوری که میدونید این سریال خیلی مورد استقبال طرفدارش قرار گرفته که دلیلش فقط صحنه‌های خشن و سکسیش نیستش. یه دلیل مهمش اینه که تمام جزئیات و کلیات فیلم با برنامه‌ریزی و فکر کامل ساخته شده و اینکه کارگردانش خیلی دوست داره خط قرمزا رو همیشه رد کنه. واسه همین اومده شخصیت هوملندر رو عمدن شبیه ترامپ خیلی نشون داده و از اون طرفم یه طرفداری مثل اوباما میاد میگه که این فیلم رو خیلی دوست داره به خاطر اینکه داره حقایق رو به مردم میگه. یا اینکه یه جایی تو سریال فیلم پورن میذارن ببینن و کارگردانم به خاطر اینکه بیننده یه چیز الکی ندیده باشه و همه چی واقعی باشه تو این فیلم میره یه فیلم پورن میسازه. واقعا میسازتش و وقتی میخواد اینو پخشش کنه آمازون جلوشو میگیره، میگه داداش کوتاه بیا دیگه، حالا ما بهت گفتیم جذب مخاطب کن، نه اینقدر که دیگه اسم آمازون رو ببری جزو سازنده های پورن. خلاصه نذاشتن. بعد دیگه انقدر تو کوچیکترین جزئیات این فیلم یه نکته‌ای، یه داستانی گذاشتن که اگه یه مگس رد میشده توی صحنه‌ای طرفدارا واسش یه داستان میساختن. مثلا میگفتن این مگس فلایمنه، قرار فلایمن تو آینده بیاد تو فیلم. بعد انقدر که این پخش شد تو مجازی سازنده‌های فیلم اومدن گفتن آقا انقدرم دیگه تحلیل نکنید سریالو. تابستون بوده اونجا هم پر مگس بوده، ما دیگه هر کاری کردیم این مگس‌ها توی صحنه‌های فیلم بودن. دلیل خاص دیگه‌ای هم نداره. البته این تنها داستانی نیست که طرفدارای دبویز درست کردن و یکی دیگه از کاراشون هم اینه که خیلی دوست دارن نشون بدن شخصیت خود آنتونی شبیه هوملندره. واسه همین کارایی که این بازیگر تو دنیای واقعی میکنه رو کلی میان موشکافی میکنن که بگن شبیهشه. الان شما بری یه سرچ کنی کلی ویدیو هست تو این موضوع که میتونی ببینی.
البته که این سریال خیلی بیشتر از این حرفا حاشیه و داستان داره. پس اگه برات جالب بود و دوست داری بیشتر بدونی برام کامنت بذار. مرسی که تا اینجا همراهم بودی.